حافظی که دوستشون می‌داریم، صاحب نوله‌های شیرین، حافظی که معنی سراست، شوخ و جذاب هم می‌سراید، پر درد می‌سراید. شاهزاده دوران در آسیا پلاس استقبال می‌گیره. میزان دلی دیدم. برادر عزیز مهربانی ما، هنرمند خوش صدای ما، عزیز دلی دیده ما، شاهزاده دوران، خوش آمدید به آسیا پلاس. تشکر زیاد برادر عزیزم، از دیدار شما خیلی شاد شدیم. سلام و درود به همه شنونده ها، به همه شنونده که عین حال گوش به صدای ما و شما دارن. بگذار یک روز خوب و خاطرمان داشته باشن. شما در یکی از منطقه های کوهی کشورمان به دنیا آمدید. عیناً کدام دهه؟ دهه تومین. دهه تومین. ناحیه عینی. خب من سالی شما رو معین کردم نمیتونم. شاید بگذار مخفی باشد. نمیتونم. راستی که از چندین سال هم بگذارم. نه حالا دیگر در دیگر دولت ها مخصوصا هنرمندانشون رو من بسیار میخوام، همه چیز رو من در دفترم هم ثبت میکنم، حتی رنگی چشمش و چه دوست میداره چه همه خیلی یک اتوبیوگرافی عجیب ساخته میمونند. مثلا من ندونم دربارش ما چی مینویسم مقاله. مثلا فکر کنید مهربان جان، اگر فکر میکنم که این برنامه اصلا برای مخلصان است، اگر مخلص درباره هنرمندی دوست داشتهش همه چی رو بدوند، الکی میدونید به قول روس‌ها که الکی به قول روس‌ها نه اینترس نمیشه. انا چی میگن؟ نه چرا باید هنرمند سال تولدش رو نبیاد؟ چرا روز زادروز رو نمیگه؟ چرا روز زادروز هم 17 مارس است. یک چند روز پیش مبارک باشد. من چند سالش دید؟ جوانی چهارکره چند ساله؟ من اگه یو بید دوستانی عزیز در کامنتاری نویسید. بگذار مهربان جان مخلصان بکوان و شوق‌آور باشد. در برنامه کنسرتی هم اگر یگان نفر زیاد خواهش کنند همونجا میگم نزد مخلص. سلامت باشید. تشکر زیاد. من گفتید که خورده که بودیم ما همین پیشی برنده و حافظ رفته یک تمام سرود خونیم، گفته در اول ببینید چه صنعت دشوار است تو به یک موقع رسیدن. تو مثال یک جوانی کوهستانی، مثال تو با پایتخت اومدنش رو اینقدر محبوبیت پیدا کردنش این روحی آسان نیست. فکر میکنم که در این راه کیم که شما رو غم داد، کیم که مانع شد نبرایت گفت، کیم کدام کنسرت برفتید که نامتون خط زد، کیم چی همین نبرایت فلان اوگون، لیکن استعداد اصیل همیشه به دل خلق راه مییابد. اکنون درست قید کردید که بسیار روحی پرپیچیده است و حالت‌های میشدن که بسیار دلمانده میشدن و شما درست قید کردید در بعضی برنامه‌ها میروی که تو رو دعوت میکنن، میروی که نومد نیست، کیم که برآمد میکنن و این چیزا فکر میکنم که مانع شده نمیتواند برای هنرمند. باز هم اگه چی باشه دل هنرمند نازک بوده است. البته دل هنرمند به حد نازک است، روحیش بسیار نازک است، ولی با سبب همین دشواری ها مهربان جان باز همین محبت مخلصان نمیگذاره که تو از همین راه دور شوی. تحصیل شما عموما همان دهه‌ای که تولد شده در همه جا گذشت. همین تحصیل ابتدایی شما. بعد ختم مکتب شما به شهر دوشنبه اومدید؟ بله، بعد از ختم مکتب اومدیم به دانشکده صنعت. شما خدمت نکردید؟ چی گویم، میخواستم خدمت کنم لیکن خیر در نصیب نبوده است. دائما در خدمت امکو ما همیشه در خدمت خلق. سخنهای استاد جورابک برای من شعار شده است که میگن که اول خدای بعد خلق. بله. باید ما هیچگاه فراموش نکنیم که ما گذشته خود رو باید فراموش نکنیم که کی بودیم و از کجا آمدیم و امروز کی هستیم. نوابسته از اون که در چی وظیفه هستیم، نوابسته از اون که چقدر آبرو و اعتبار داریم، باید ما هیچگاه خدا رو و خلق رو فراموش نسازیم. حتی اگر حالت میشود که با زنگ‌هایشون اگر حالت میشود که اگر دیر جواب دهی یا که یگان این از خود رفت است، این رو ما بچه خاکسار میگفتیم فلان بیمدون، این چیزا میشود. به هر حال بسیار نازک است. من میگم که شهرتیار شدن آسان، لیکن شهرت رو نگاه داشتن
بسیار دشوار است. بله. امروز یک نفر من رو پرسید که با شاهزاده دوران شما امروز برنامه داشته اید. اون نفر گپ زده میتوانم فرستاده است. من گفتم برای چی این فکر در سر شما اومد؟ برای من عجیب نمود. من گفتم چرا؟ او که بسیار بچه خوبی خاموش. من گفتم والا چک اون کس رو شوخه اون کس رو نمیدونی تو؟ بسیار بچه شوخ هست نگوده. اکنون بسیاری در صحنه ها میبینم بسیار بچه آرام طبیعت میگن که از این دیگه اون سخن نمیبراید. لیکن ببینه که حتی در صحنه هم اصلا که میخواهم ببینید مثل دیگر هنرمندان که فکرهای خود را بیان سازم، ولی در همه حالت میشود که من سخنهای خود را گم میکنم. این اصلا که همه قوه خلق بسیار قوه پرقوتی هست که هیجان زیاد میشد. شما به دانشگاه داخل شدید، عموما راه صنعت را انتخاب کردید، هیچ کس مانع نبود یعنی که وقتی که شما انتخاب کردید؟ از اول امک‌هایم مرا می‌خواستند که به مدرسه داخل شوم، به دانشگاه اسلامی قاری قرآن شوم و چه بگم در دیه حتی من قرآن می‌خواندم، حتی در مسجد من مؤذن بودم، اذان میگفتم و همه میدونن این چیز رو. یک لحظه خاطرمان است که مهربان جان به شما این سر رو میگم. در دیهات همون سالها برق رو خاموش میکردن، بعد قریبی بامداد باز برق رو میدادن و همین چیز عادت شده بود. ما یک 10 نفر رفیقان همون همسبقان کدومی اگر بر وقت میخست برآمده همون بلندگویی که مسجد را گیران کرده صدای اذان میدادیم و در همین حالت یک شب نمیدونم چی گپ میشد، برق رو ساعت 1 میدهند و من سر و سیما میخزم، خیلی تیار میشم میرم به مسجد اذان. هر بار که اذان میدادم الکی یک دو نفر میومدن، یعنی با من چی میگن رقابت سالم بود، کسی برای هم برآمد اگر اذان میداد بعد همون صدا میداد در کوه بسیار آواز با همین چیز ما به خود یک کیفیت میبردیم. وقتی که موندود همه خوبت، وقتی که از نمیدی همه کوها این کو با این کو صدا میدن عکسی صدا و من کوشش میکردم تیستر روم و گوه میشد که دیر میکردم و همون حالت ساعت 1 شب میبرم از اون میدیم خودم بخبر. بعد نگاه میکنم چند وقت میگذره، نگاه میکنم که اقربا که ساعت نگاه میکنم ساعت از 1:15 تا گذشته است. از ترس نمیدونم چیکار به خونه اومدم گشتم بودید خونه اومدم با سحر بعد رفتم. همین چیز تا حال در خاطره مردم هست. این هم خواستی خدا، این هم حکمتش هست. این هم یک حکمتش هست. به همین خاطر چون مهر صنعت که خیلی زیاد بود و من رو توقع مردن به دانشکده صنعت موندن، اونجا از صنعت کلاسیکی آگاه شدیم و شکر خداوند که امروز کمی هم باشد صفی مخلصان خود را دارم و البته از این چیز حالا هم چی میگن خانه نیستم. بعد چخیل شد کی به شما گفتن که شهزاد زن نمیگیری؟ کی گفتم این خیلی حالتا بودن چند سال بودید که خیلی گفت شد بدن یا خودتون گفتید؟ نه کلی نمیکنید شما گفتید یا نه براستی که با امر تقدیر که وقتی که خیلی بسیار راهی پرپیشتاب است راهی صنعت، همیشه در جستجو بودم. سال 2008 که روی صحنه آمدم برنامه کنسرتی برپا کردم در کاخ جامی، پدر اونجا اشتراک داشتم، بسیار خوشبخت بودم و بعد از 1 سال پدر ترک ما کردن با امر تقدیر. سالی چند؟ آخری 2009. بعد خداوند رحمتشون کنند. یعنی کنسرت شما رو دیدن؟ اولین برنامه کنسرتی من رو دیدن، حتی استاد افضلشان اونجا اشتراک داشتن که درباره پدر سخن کردن و همین ثبت ها رو میبینم. بسیار یک لحظه‌ای که حقیقتا باید ما به قدر هر یک لحظه برسیم، به قدر خصوصا به قدر پدر مادر، به قدر عزیزانمون برسیم که بسیار یک
مردی یعنی مثل ورزشگران پرقوت بودن. من حتی باور نمیکردم که پدر اصلا که در همین یک مدت کوتاه ما رو ترک میکنه. بسیار روزای سنگین. چند ساله بودن؟ در سن 63 64 خیلی گذشتن. جوان. بیماری یعنی معده با سرطان شدن. یعنی بیماری معده، سرطان معده، و با همین سبب در یک مدت کوتاه من تا حال باور نمیکنم که مثل پدر ترک میکردن و بسیار افتاده شدم. چندین سال میگذشت، حتی یک سال گفتم که به شما روی صحنه نامدم. با محفل ها دعوت میکردن، هرچند که وقتی که هر یک هنرمند نو روی صحنه میآید بسیار طلبات زیاد است، با محفل ها زیاد دعوت میکردن، در معرکه ها نمیرفتم. حتی موی خود رو تراشیده بودم همون سال. اصلا یک دلسردی یک دلسردی اومد، لیکن با همین محبت مخلصان مرا نگذاشت که کنار روم. باز اومدم روی صحنه، باز تمام دادم. خب پدر و مادر شما خودشون صاحب چند فرزند هستند که؟ پدر و مادر ما در عائله 4 دختر و 3 پسر بودیم. شما چندمی فرزند؟ من چه بگم، 4م، 5م. یک شما انتخاب کردید همین روی صنعت رو؟ به فکرم دیگرها هم خوانده میتوانند و ممکن؟ نه، راستی که نمیدونم. رحمتی اکرم او تماما از این چیز دور بود و هر کس از ذوق خودش او اجارت میکرد و منم به کارهای خود مشغول بود. و در عائله ما یک من بودم. اکرم میگن که یک تقای پدرم اون کس هنرمند گذاشتن، یعنی میگفتن که میرزای دوتاری همنشینی طغرل بودن ایشون و با دوتار سرود میخوندن و میگن که اصلا که تو بعد اولادای پدری هم، یعنی با تقای پدرم رفتم و بسیار تا امروز میگن که بسیار صدای مرغوله‌دار داشتن. در اون دور زمان از جو بلندگویک بودم. مثلا در هم محفلایی که شاید مهماناشون از سمرقند و بخارا میمدن، اونجا تقای پدرم سرودخوانی میکردن با دوتار در همون دور زمان. و من رو میگفتن پدرم که تو به همون رحمتی تقایم صد ایرسی میگوین خیلی به دو گذشته است. در همون لحظه مرگ پدر همونجا بودید؟ پیششون بودید شما؟ البته اونجا بودیم و از پدر دعا گرفتیم، ولی فکر میکنم که هرچند خدمتشون رو کردم ولی حالا هم فکر میکنم که کم است. حالا هم حسرت در دل موند که پدر از دنیا جوان رفتن. توی شما رو ندیدن؟ نه. همین علم آورش همین است که در توی خانواده شوی من پدر نبودن و من چند سال دیگر باز دوام میدم. بعد مادر بسیار غمگین گفتن که بچه‌ام همسیفای دلکای بچه هایشون مکتب خوان شده، حتی همیز خانه تو نه خانه دار نمیشه. بعد گفتم که مادر شما کدام رو انتخاب کردین، من راضی هستم. بعد با عمل تقدیر آیله دار شدم، شکر خداوند صاحب 4 فرزند هستم. و نام پدر رو به فکرم به یک فرزند نام پدر رو اولین ها در یک کنسرتتون مشاهده کردم. نام پدر حالا در صف 6 تحصیل میکنم. نخستین فرزندتون اون کس؟ اولین فرزند و پدر هستم. باز 4 دخترچه شیرین. یعنی شما همسر خودتون رو از همون دهه خودتون انتخاب کردید یا که با خواستی مادر رفتن دیگر ما؟ و حاضر در شهر دوشنبه همون کسی؟ بله، همون در دوشنبه میداریم. توی در همون عینی شد همون خیلی اکم تا در توی تو گفت زنید. در برای توی همه هنرمنده اونجا بودن. از در همون سالها من در انسامبل دولتی آوریای کمیته تلویزیون و رادیو فعالیت می‌کردم. اونجا قریب که همه همکاران بودن، محمد رفیع و از یک برادری بسیار قدردانی ما که در مسافرت از صدرالدین با اهل گروهش یعنی در خدمت بود و اونجا قریب 30 هنرمند فکر میکنم زیاد بودن و بعضی نفران نوبت نرسید و اشتراک کردن سر ما با عثمان رسید
و حالا هم همون ثبت‌ها رو میبینم. ولی یک غمگینی چی است که به پدر هرچند که همه در بری تو هستن، لیکن یک صاحبانی سر شاستونی خاندان که نباشد. این من مراجعت به همون نفران میکنم که وقتی که پدر و مادرشون زنده در حیات هستن، اگر مقصد نیتی خاندار شوی فرزندانشون رو خواستن، اگر مثلا رد نکنن مقصد که هر یک لحظه عمر ما غنیمت است. پدرتون هم به شما گفته بودن که پدر میگفتن، به من شوخی میفهمیدم، بعد میگفتن که شوخی میکنم. ما یک خوبیش این بود که ما با پدرم رنگ یک رفیق بودیم، شوخی ها میکردیم بسیار لحظات. میگفتن که با شوخی به شما میگفتن که همین کار میکنی که همین زن میگیری، من نیستم. میگفتم چرا که میگید پدر رفیق؟ با شوخی میگفتم که شما حالی بقوت از در مسئله دست خواب کنه نبود نفره که در دههای حتی که در اطراف که دست پدر من رو بسیار پرقوت بودن. انا خیلی تقدیر است دیگر. اصلا که میگن که خداوند به هر یکی انسان وقتی که یک عزیزش رو از دست میده با مرور زمان صبر میدونه است. به همین خاطر من ببینید چقدر همون وقت بسیار سخت بود، لیکن همون وقت بسیار سخت با خاطرهای شیرین یاد میکنید. پدرم این خیلی بودن، پدرم این خیلی میگفتن، پدرم من خیلی کارو میکردن. ما بسیار رفیق بودیم. کدام خصلتی پدرتون به شما گذشته است؟ پدرم بسیار دلتنگ بودن. وقتی که مقصد یگان کار رو اگر میخواستن اجرا کنن تا همون کار تمام شدن بسیار مشاورش پریشان شدن. همین خصلت پدر با من مونده است که بسیار دلتنگ هستم. ببینید که تا همون برنامه کنسرتی گذاشتن در بای هستم چه خیلی میشود. حالا که چقدر کنسرت ها رو گذراندید باز ببینید که چقدر کنسرت ها پس سر شد. یک روز مهربان جان به نزدیکی همین فکر کنسرت خطی خوابم برد است. در خواب میبینم ببینید نه حالتا در خواب میبینم که من دیر کردم. همه مردم اومده است در فیلارمونیا. برنامه کنسرتی من ساعت 1 بود است در اونجا که در خواب برنامه ساعت 1 سر میشده است. مردم میبینن چقدر مردم زیاد، همه انتظاره که شهزاد نیست. شهزاد در خواب گفتن که نیست، تلفنش خاموش است. خیلی بعد اونجا میپرسن هم نماینده هیچ کس نمیدونم در کجا. بعد میبینم ساعت نمیدونم 3 میشه 4 میشه، میبینم که نیمی مردم رفته. بعضی نفران مادرها خواهرها میبینم همین سخنهای قبیح گفتن این ما این رو فلان در خواب همین از ترس بیدار میشم. کانسر گذاشت کانسر گذاشت میخزم که هرچی در خواب بود است. ای خدا با شکری پروردگار. این همش بدونه چی است، همش همو اصلا که یک مسئولیت است مهربان جان. بله. اکنون یک مسئولیتی بزرگی هست که باید پیش مخلصان، البته یک امتحان است، باید در نزدیکشون امتحان گذاری که بی‌پروایی بد بودن هم نمیشود. باید همه طرفه تیار شد، همه طرفه باید. این خیلی آدمان رو صنعتکاری اصیل میگویند. صنعتکاری اصیل مثال خیانت به همون جایی که مقامی که یافته است و از اون نان میخورد. البته این درگاه هنر بسیار یک درگاه مقدس است. نه هر کس فکر میکنم که نه هنرمند به قدر همین چیز میرسد. صنعت عجایبش ببینید، بسم الله که سر میکنید. مثلا صحنه برآمده بسم الله که سر میکنید، همین صورت سر کنید بسم الله که سر میکنید. چیز عجیب است، یک مقصد دارد. باز هم میبیاد، باز همون شعار که خدا و بعد خلق، باید ما همه وقت کوشش کنیم که از محبت خلق دور نباشیم. به همین خاطر این همین خیلی است. وقتی که مخلص هم میبیند که شما خانم نظرانه رفتار نمیکنید با یک با مهربانی جواب میدید، فکر میکنم که آنها میتوانند که با عوضی خدمت شما یک محبت خوبه بیان اشتراک کنند. چنین است
دنیا قانون حیات. اکنون خداوند ببینید رزق هنرمند دست یک نفر بمانده است. یعنی تو میروی خدمتی وی میکنی، خرسند میکنی، شادی میکنی، اصلا که این رزق میگیری. ما هنرمندا باید همیشه شکرگزار باشیم. مقصد که همه رزق روزی فرزندان ما، رزق روزی ما در دست خلق است. بله. ما اگر خلق ما رو با محفل هایشون در معرکه دعوت نکنن، هیچ کس سنتر به مخلصی هیچ کس در همین دور زمان به تو یک سامانی نمیدهد. بله. خودتون خوب میدونید بسیار یک زمانه که اگر فکر میکنم از خود که ماندی، از خودت که ماندی، آخری دنیا. بله. میگوین که مرگ پدر و مادر میراث است و مرگ جگر بسیار سخت است. میگوین بله، مرگ فرزند پدر، مرگ یک نفری که به دل نزدیک. خب فکر میکنم همان احساسات، همان تاثیرات، همان روزی بسیار مدهش فکر میکنم تا حال نرفته است. اولا عذر میپرسم که به زخم شما مثال گویا که یک نمک پشتگی بر این میشوم، لیکن من با اون خاطر پرسیدم که یعنی برادرش ما اویله‌دار بودن، فرزندانشون این بله اویله‌دار بودن، فرزندانشون البته صاحب 4 فرزند بود و فرزندان سه تاش اویله‌دار شدن. بعد از یک تاش رو اویله‌دار کرده بود، دختر کلانیش رو، و 2 نفر دیگر اویله‌دار، یک فرزند دیگر رو خورده است مکتب میخونه. اصلا میگن که در حیات یک گپی، یک سخنی و معمولی خلقی است که میگن وای جانی مرنده با زنده روزش رو میبیند. همین گونه است. به همین خاطر چون در عرفه کنسرت که هستیم نمیخوام در همین باره فکر کنم، هرچند که اصلا که برای مادر بسیار دشوار است مرگ فرزند. مادر بسیار در همه حالت یاد میکنن، در همه حالت وقتی فرزندای اون رو میبینن، خودم نیست وقتی فرزنداشو میبینم احساس میکنم که نیست در برای ما، هرچند که ناباور است، لیکن گفتم که مهربان جان بسیار سخت سنگین است. این رو تنها اون نفر درک میکند که یک عزیزش رو، یک برادرش رو که از دست داده است. آدمی که میدوند که همین رزق، اگر رزق وی باشد به خودی همان، اگر همین رزق از آن شهزاد باشد به شهزاد، از آن دیگر کس باشد به دیگر کس داده می شود، همین فرمولای خداوند رو میدونست، هیچ گو بخیلی نمیکرد و خانه خو همون از آن شما باشد همون شما. بعضی اشون میدونن مهربان، لیکن باز میکنن بخیل. حتی حالتایی بود که من جای گپش اومد، بعضی حالتایی بود که هنگامی که در کمیته تلویزیون و رادیو کار میکردم در انسان اوریو، یک نفر مادر خطی فرزندش میبینن من رو میکوبن، جستجو میکنن که بعد توی دعوت کنیم و حتی همون نفرونه که در همون یعنی پاسبان هایی که نزدیک هستن با سفارش یک برادر دیگر میگن که شما بگوید که اون نیست، در خارجه، در خطای، در فلان دولت دیگر به ثبت کلیپ رفته است، طول 2 ماه نمی آید کار رو گوش کنید. بعد زنگ میزند به مادرش میگه که مادر همون شهزاد دوران گفتی من نیست، آخه چیکار کنم باید در خارجه بداد این بچه‌م یا علاج کنه بیاره که تو 1 هفته پس که بعد توی شوند بعد بیرش رو زنده مادر این خواهش دیدی مادر است فرزندش میگه و میگه که خیلی چا نمیشود، آخه چیکار کنم، خیلی هنرمند دیگه میبریم، خیلی گذراندن در کار دیگه وقت کم است، فلان خیش تبار بیماری وزنین است نمیشود، وقت کم، بچه‌م همین در دلم میمونه. گفتم مادر بسیار باز هم یک راه میکنه. بعد میگن که یک حافظ دیگر هست، یک سرانده دیگر خیلی میگن سبک این به ما مخیط راست نمیاد، با یک حافظه دیگر هم خلاصه چند نفر پیشنهاد میکنن دیسکاش رو. بعد چخیل میشود و کار رو بیننده من گفتم بگم در سری ریسکی بندام وقتی که خداوند وقتی که همون ریسک اگر به تو نصیب نکند نمیشود. همین خیلی شد که من آمدم وقتی که به کارکنان نزدیک میشدم در اومدم که به من رو دید حیران شد که السلام علیکم شهزاد. سلام علیکم سلام. شما همینجا بودید؟ ما شما رفتن که در خارج هستید، شما به ثبت کلیپ رفته و من دیدم که
رنگ روی آنها دیگر شد در ناخونک. بعد گفتم بیا همین شرم نکنه ایزا نکشه. گفتم که ها، گفتم تقا جان من اومدم از خارجه، ای شکر خدا خیرت که اومدی. مادرم بسیار میخواستن که در معرکه ما باشی. خیر رفتم. این گپ سری چی میرد که یگان کس ریسک یگان کس خورده نمیتونه. بگویی که توپ خورده باز بخوره که اومد با هم خیر. و همین خاطر من آرزو میکنم که مردم ما یک محبت به هم دیگر داشته باشن. هرچند که رقابت زیاد است، بسیار رقابت باشد، رقابت سالم. آرزو میکنم بین هنرمندان ما رقابت سالم باشد. مثلا یک هنرمند یک سرودی نبرورد، تو کوشش کنی که از اون خوبتر یک سرودی پیشکش کنی که باز در دل مخلصان راه بیاد. این چیز برای پیشروی صنعت تاجیک فکر میکنم که بسیار نوگانه بسیار خوب میشود. مخلص هر خیل میشود. من مثال همه از محبتش، بعضی مخلصانی هستند که زیر کامنتاری یگونجا حقارت میتینو، بعد اگر که برای که دوستم تو چپر چی من حقارت کردی، اگر با اون خاطر که من چقدر به شما زنگ زدم نوشتم جواب نداده، یعنی که در لیچکا میگن که در صفحه شخصی انا در کامنتاری حقارت دادن که با اون خاطر که وای با من جواب دیاد. لیکن آدمو لیکن من کوشش میکنم که حتی در همون صفحه می نویسم بعضیش حیران میشم که شما قدر در حقیقت شما خودتون هستید. میگن که ما می نویسیم شما جواب دادید. میگم خیلی من خودم هستم. من بار شما با ویدیو ببینم. میگم خیلی به ملال باور نمیکنم. میگم خیلی بسیاری می نویسیم حتی نگاه نمیکنن. میگم 5 برابر نیست. در یک کنسرت وقتی که شما از فیلارمونیا میبرید و برای تیاری برای لباساتون رو گرفته آوردن میبرید، یک نفر شما رو بسیار حقارت‌های سخت میکنه در مغزتون. این حادثه رو میگم که یک چند سال قبل در فیلارمونی دولتی بود، در همون بنا یک برنامه کنسرتی بود در روز 8 مارس. اونجا راوی برنامه نمیدونم سبحان جلیل بودن، به فکرم انیق در خاطرم نیست. ما برنامه رو تهیه می ساختیم. الکی وقتی سرشوی کنسرت بود، تالار پر از مخلصان و یک نفر از معاون دیرکتور اومد که این برادر برنامه رو آغاز کنیم که ما بعد این با برنامه داریم و یک ایده‌ای گفتن خوب شده است و من گفتن که برای لباسات رو پوش. می بیام نگاه میکنم لباسات نیست. زنگ بزنم با مادر زنگ بزنم میگم مادر جان شما کجا هستی؟ میگم بچه‌م ما در تالار شتگیم نشستیم. سر نمیکنی کنسرت دیگه. تلفن خوب گفتم، تلفن رو خاموش کردم. با اون دادره که همراه من بود یاردم میکرد، با اون نفر زنگ بزنم تلفن خاموش است. با کی مراجعه کردم نمیدونم که کلی دادم رو از خونه لباس ما رو بیاره. علاج نیست. با هیچ کس گام نزدم، همه با کار خود از در خفا برآمدم پشت فیلارمونیا. یک 15-20 نفر مادرها خواهرها اونجا بودن. با یک محبت گفتن که دادر جان ما رو با کنسرت در آور. من گفتم خاله جان التماس اینجا پشت صحنه است. من حتی گفتم با پاسبان ها که همین مادرها از در خفا در حرکت جا نبود. در رو گفتم من میگویم گفتم همین در همین حالت یک نفر مادر خفا مادر خودشون پستر میبینم من دو گپ خانو گفت اهمیت خندیدم تبسم کردم. بعد میبینم که با دعا کنی گذاشت، دعای بد کرد. همین خیلی دعاهایی که پای در پای چیزی نگفتم. رفتم ماشین را گران کردم تا خونه چخیر رفتم اومدم لباسا رو بردم. ببینید که من حتی توفلی رو باز فراموش کردم. باز یک نفر دیگه رفته توفلی رو آورد. من که هوایی بسیار در فکر زدم، بسیار عصبی شدم، زیخ شدم. راست بگم نمیدونم چیکار کنم. اومدم با تالار، همه دوستان انتظار. خدا رحمت کند برادر عزیز ما رو بهرام غفوری بود اونجا، مادرشون در اون برنامه. و من به یک دفعه که ای دادر گفت چی خوش خواهد کشید آخه تالار پر مخلص است چی میفورد بود. اکا جان نمیدونم چی بگم بابا. چی میگی که من دعای بد کردم نمیدونم چی بگم. ای بچه خیلی فلان بمیدم پشت لباس خیلی پشت دارم لباس رو همین نمیدونم. حتی
ببینید که بسیار دلسرد شدم. میگه که هم بالای سرم یک سطل آب خنک رو ریختند و نمیدونم چیکار کنم. همین خیلی رو افتاده شدم، باور کنید. وقتی که الکی میبینم که راوی در صحنه اعلام میکنن نام من رو کنسرت آغاز کردن، اگر مردم همه در انتظار هستن. بعد برآمدم سرود اول رو خواندم و از جایبش در این است که وقتی که چیپتا رو فروختن در راهروهای موبایل، یعنی نشستهای از سبب آدم زیاد بودن، از سبب آدم زیاد بودن با در علاهیدگی باز کرسی‌های علاهیده موندن. ببینید که کرسی همون نفری که من رو دایبت کرد در بری مادری من نشسته در همون راهرو. وقتی سرود تمام میشود همه سویت‌ها طرف من، بعد سویت‌ها قومی میگن طرف مخلصان تعظیم میکنم، میگم خوش آمدید، میگم نگاه میکنم در بری مادر همون نفر نشسته. خندم اومد، اکنون نمیدونم چی گویم. بعد گفتم خیر خاله خوش آمدید، خاله جان رحمت شکری بدانتم، بسیار دعای خوب کردید، من از شما منتدار گفتم. با خیر گذشت رفت. بعد هنرمند حیاتش رو بینید، عجیب همین خیلی راهی راست نه، ده هموار نه، فکر میکنن که مثلا همین سرود به نظر مردم ارمانجا شیمو کاستومی نو در تالار کیف صفا کردن میگردن هنرمندان، به نظر خلق همین است. لیکن اون نفرانی که همراه من یک روز دو روز میگردن، بعضی رفیقانم که در دیگر ساحه فعالیت میکنن و میگن که حلالت با ما دیگر خیریت حافظ سرنده نشدم. میگن نفر یک برادرم تجارت کارهای تجارتی میکنه، بعد چند روز بعد چند محفل همراه هم رفت اومد، اون عذاب و مشقت دید، گفت که خیریت که ما سرنده نشدیم. مثلا خیر که هم خیلی از حیات ما دندانی سنگین، دندانی آهنین در کار میگیرن که برای نانی صنعت خوردن. به همه شکر، سلامت باشید. شکرم مخلصان عزیز زنده باشید. خونم یگان سرود پیشنهاد کنید که حاضر با صدای زنده گوش کنیم و انجام دهیم برنامه‌مان رو. شش تناد مثل پریانه، سیاه کاکل ماهی تابانه، بر سرت شالی زرفشانه، ماهی من به تو قربانه. شش تناد مثل پریانه، سیاه کاکل ماهی تابانه، بر سرت شالی زرفشانه، ماهی من به تو قربانه، ماهی من به تو قربانه. دوستان عزیز، مهمانی ما بودن صاحب ناله‌های شیرین، هنرمندی اصیل، خوش صدای دیدی دیده ما شهزاده دوران. برای اشتراکتان، برای با ما بودنتان، برای وقت قیمتی خود رو دریغ نداشتن از زونه که اینقدر لحظه های پرتلاطم است برایتان، پرتشویش است. آمدید، خوش آمدید. اگر که من شما رو غمگین کرده باشم، اگر که نادرست داده باشم، بسیار از شما عذر میپرسم و در همه حالت ما خیلی که خودتون گفتید نو فقط سرودها رو انتظار میمونیم، انرژیا و ایجاد شما رو ترک نسازد. همیشه در پناه یزدانی پاک باشید، بخت و تخت فرزندان رو بینید، همیشه بین مخلصان انم خیلی جوانکک شده گردید. سلامت باشید، با عزیز پلیس بمانید.